با بازداشت زنان، جبهه آزادی میگوید بازداشت دختران به پاسخ نمیماند. جبهه مقاومت ستم بر زنان توصیف. مخالف طالبان هشدار دادند بازداشت‌های زنان و دختران در کابل به پاسخ نخواهد ماند. جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی بازداشت گروهی زنان را نقض کرامت انسانی خوانده و از طالبان انتقاد کرده است. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی گفته که طالبان از تمامی حدود انسانی، شرعی و سنتی عبور کرده است. علی میثم نظری گفت که این تنها بخش کوچکی از ستمی است که بر زنان افغانستان روا داشته شده است. در همین حال شماری از جنبش‌ها و فعالان حقوق بشر نیز خواهان آزادی فوری زنان زندانی‌اند. سیما نوری، فعال حقوق زن، از نهادهای مستقل بین المللی خواسته به وضعیت زنان بازداشت شده رسیدگی کنند. که به افغانستان اینترنشنال فرستاده میگوید اعضای طالبان هنگام بازداشت با خشونت برخورد کردند. با گفته این شهروند هیچ مأمور زن هنگام بازداشت حضور نداشته. ماموران طالبان دیروز 10 زن را از غرب کابل بازداشت کردند.